سلام عشق لکه من. سلام چطوری؟ کجا؟ قربونت برم. خوبی؟ اومدی خونه؟ جانم؟ یا اومدی خونه؟ همین حالا. چیکار کردی؟ قول می‌چفتیم احمد بود، بابوزی بود. چطور بود؟ چطور ولی زودتر رفت. چطور گفت خوابم میاد. من تو فهمیدی راستی این جنرال پترایاس هست؟ چی؟ جنرال پترایاس. جنرال پترایاس. آره ایزم. خبرشو شنیدی؟ آره. زنش چیز که استفاده داد؟ آره ایزه دلم. بعد اون دوستمونم زنگ زد. خب گفت یارو گفت فقط تهمت سیاسی براش درست نکرده باشن من کلین میکنم. وای قلبم تو دهنمه. چی تهمت؟ گفتش که با اسم دیگه و فلان و ال و بل اینا رو من میتونم کلین کنم ولی اگه تو رکوردش خب نه تهمت سیاسی برای هیچ تهمت سیاسی اون ادوارد چی ریچارد بود چی بود هیچی برای من ننوشته با مردم که اونا که چیز نیستن. خب فقط گفتش که من به اونم بهش گفته قضیه اینه واقعیتش 1 2 3 4 الی آخر. گفتم این واقعیت رو بگو. فراد یعنی تقلب. فقط مال من تقلب و رشوه دهی و فراد ویزا و فراد آیدنتیفیکیشن و همه چی فراد تقلب. خب گفته اگه نه اونم گفته اگه من تو رو از مرگ نجات دادم تو هم زندگی منو بساز با این کار. پول نخواسته؟ نه. خب گفته زندگی منو بساز. دوستم بهش گفته. خب چطور نگفته؟ اونم گفته به زندگی یارو نگفته چطور زندگی تو ساخته میشه؟ بهش گفته که تا اگه اینو درست کنه منم زندگیم خوب میشه. واقعا؟ خب همیشه تو به من میگفتی من بدهکار تو هم تو جونمو نجات دادی تو پسر منی پس این کارو برای من بکن. تا به حال من هیچی به تو نگفتم. خب اونم گفته چند تا آدمایی که خودم اونجا اسم ریزیشون کردم فرستادم اونجا. گفت پرونده رو آماده کرد. سکرتریش گفت من خودم اونجا بودم اومد همه رو نوشت. گفت چی؟ گفت سکرتریش رو آورد همه رو نوشت پرونده رو آماده کرد. گفت یه اسمی گفت از وزارت خارجه. خب گفت بعد گفت زنگ بزن که این یارو هفته دیگه بیاد پیش من. یعنی چی بیاد؟ یعنی که این وزارت خارجه میاد دفترش پرونده رو میده میگه برو برای من کلین کن. نمیدونم دیگه خودشون میدونن. آره دیگه مرسوم یعنی که به اصطلاح ممکن یارو گفته فقط تهمت سیاسی نباشه. مرسوم به نظر تهمت سیاسی به من نزدن؟ نه من به هیچ عنوان اینم گفته که من فقط این نباشه بهت قول میدم اگه حتی ردم زده باشن براش یه خود زمان میبره ولی من کلینش میکنم فقط تهمت سیاسی نباشه. چقدر زمان میبره؟ همینو گفته عزیزم. منم زیاد سوال پیچش نکردم. نمیخوام سوال پیچش کنم. ببین به نظرت نه که در بیاد تهمت سیاسی چون یادت منو نه عزیزم جاسوسی زده بودم به من بدبخت. خلاصه دیگه گفت فقط اونو نزده باشن گفت من کلینش میکنم حتی اگر رد باشه رد آخرشه. رد یعنی چی؟ نمیدونم گفت درجه خودمونو داریم اونایی که بلاک میشن. فکر نکنم من رد باشم یا اینکه چرا شاید هم باشم چون خیلی فراد گفت. نمیدونم خلاصه گفتش قسم خورد گفت به جون پدرت بهت دروغ نمیگم. گفت افتاده بودم زیر پاش گفتم زندگی منو نجات میدی این کارو بکن زندگی منو نجات دادی. والا منصور جان پدرتو درست قسم میخوره؟ چی؟ جان پدرتو میشناسیش درست قسم میخوره؟ دروغ قسم نمیخوره. گفت من اینو گفتم گفت اونم قول داده به من. گفت تو با دیگه برو تا من خودم بفرستم دنباله. مثلا حدوداً چقدر طول میکشه به نظر تو؟ به نظر من 2 هفته.
خندم میگیره به حرفت. چرا؟ والا 2 هفته که نه، من توقع داشتم بگی حالا مثلا 2 ماه 3 ماه. من میگم 2 هفته این جوابو میدم. خب جواب بده. بعد کی ویزا میدن اون وقت؟ بعد گفت ویزا رو کجا بفرستم؟ گفتم چه اردن باشه چه آنکارا. والا هر جا گفت قبرستونم میرم میگیرم. منصور نه دبی نمیشه. نه دبی نه، عراق بغدادم حاضرم برم بگیرم. نه والا بغدادم نمیشه. یعنی میگی خب ویزا اگه مجبور بشادم نه دیگه آنکارا چیز. گفتم چه آنکارا چه اردن اگه شد. اردنم خوبه منصور. وای یعنی که احتمال این که من مثلا قبل زایمان برسم به 1 ماه دیگه برسم هست؟ نه دیدم. حالا اگه بری اونجا هم ویزا نمیدم، باید بعد از زایمانت باشه. نمیشه. آره راست میگم. مهم نیست. نه مهم نیست اصلا اونش برام واقعا، ولی کم پس یارو یعنی گفتش قسم خورد برای من، گفت اون چیزی که در توان منه. گفت این یارو همیشه به من میگه من جونم بدهکار تو. گفت من تو وصیت‌نامه‌اش پسرشم. واو. گفتش که اینم آدمایی که وزارت خارجه گذاشته میشن، گفت این انتخاب میکنه. حالا طرف هوملند سکیوریتی رو این گذاشته. کدوم حزبی هست؟ کدوم حزبی بود حالا؟ حزب اوباما نیست، اون یکی حزبه. فهمیدم. خب پس اینم هست. این پس گفت اگر یارو گفت بیخیال شید، گفت دیگه هیچ دری رو نزن. اون یکی راه رو نگفته اونو نمیگم. نه اونو ول کن. خب اون راه آخه راه چیزی نیست، اون برای شهروند امریکایی، اون مال من و تو. نه منظورم اینه که گفت به والله، گفت من به تو دروغ نمیگم، گفت من میخوام کمکت کنم. خب در عوض تو هم کمکم میکنی. خب گفتم که من منتظرم هر روزی که گفتی، فقط 24 ساعت. واو. گفتم از طرف من 24 ساعت، بیشتر من وقت. او مای گاد. عزیزم یه لحظه من این مسواک کونی رو بزنم. باشه؟ الو. جونم باشه. باشه. حد نکنی. الو. جونم عزیز. نه سکه ها رو خریدم. چرا؟ والا ارزون نداشت گرفت.